آرگاه و بارگاه دارین، موتر دارین، خانه دارین، زندگی دارین. شکر. خوب خانگاه داریم شکر. اگر موترک بچیم داره کار میکنه، انجینر ساختمان سازی است. اصلا تو چیز نبوده، مولی از وقت هستم و بچه همیز بسیار موافق هستم. نه او باید ساده است، زیاد مقصد اعتبار نکساری کس. دیگه باز او هم گفت که موضوع از اینی قرار از باز دلم جمع شد، ما تفاهم رسیدیم. این مرسل چرا قدر پشت عبایده گرفته که 90 تلاپ فردین حالا مادرم که آمد از پیش دکتر یک دفعه رفتی پیشش؟ یک دفعه گفتی که امی تو چی رقم هستی، امی حالت تو چطوره، زن ماما بیگانیت خو نیست، همون زن مامایت است. تو خو رفتی دیدنش؟ رفتی یا نه؟ رفتم سبایش رفتم، اما روزش خو مرا نماندین. خو سبایش رفتی؟ ما تو یکی نه عالم، تو که مادر من جای خدا دارم، تو جای خدا داری. این دفعه دیگه این زن کاکای بسیار روی خوب کرد بچه. زیاد مادر خیره دیگه ماما روزش میشم دیگه تنها بودم به خاطر ماما. نه بچه تو می یک ذره خوب شد جان. مادر جون ما چی کردم؟ نه مادر دل تو میشه ما بی قدر دخانی از و بدون رسیده یک نکاگک برام. قدر زیاد از بچه، قدر سر زن کاکای یا زیاد از جان ما. شما از من خسته شدین، سرتان گرنگی میکنم مادر. دیگه او بیچاره از دستی که نمیری خورد بوده پیش مایندر مانده نه برات قصه کردم. از دستی که دمسرش زده تهدید کرده و با اون تاجیز شده بخیر بیچاره. مادر من خو نمیفهم، تو خودت تو گپا زدی ورا و خو یک روز نه یک روز میآید میبینه دیگه چیکار؟ تو گفتی 3 منزله دارین، این خو یک منزله است. چه زیرش تاکم نیست؟ تاکم خو حساب نمیشه ده. چرا تاکم منزل اول این منزل دو؟ و به نظر دمو رقم فکر میکنه. چی دیگه؟ دروغ نیست؟ ماچ باز کاملا مستقیم در خانه از ما میبریم، این قطعه تلویزیون دارن، میز دارن، خوب توشک خوبش دارن، انوریت دارن. ویش خو صحیح است مادر، میشه که بیخیج نیای خانه، نه دم بیرون باشه. او دختر ازو که باز میآید. خب دختر خانه رو دیده. خود دیدم ما میگم چی تو گپ نزدک اونجا. یا خدا میگه برای دخترم خوش کرده بیاد. دختر خود چیزی نگفته. دختر بیاد خوش کنه خیلی بس کس که لاف نزنه به خدا که دختر تا برکز بده، اما لاف است که دختر مردم میگیری. خو یک امیدم نیست که بگیم برو از همینجا که رفتیم در 2 منزله میشینه. تو گپا زدی که گپ نگوش کن. تا که یک منزل نه، اینی 2 منزل. اون یک اینجا راز نگاه که دیگه دالیزر ما 3 منزل. سلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر. وقت داری یک چند دقیقه گپ بزنیم؟ خیرتی اصحاب مشکل است. شکر که آمد. گپ بزنم درباره فردین مجبور.
تو کسی شکر خودتان خوب خوبه هستین؟ چیزا رو مامان خوب تشکر، زنده باشی. لالا جمال چیستک میخواستم درباره یک موضوع امروز گپ بزنم. چیستک امی فردین بخی خلق ما را تنگ کرده به خدا. چرا باز؟ خودت میفهمی که او دفعه چند دفعه آمد و از خانه ما دوزی کرد و گاز برد، طلا را برد، چیزی نگفتیم. او روز آمدیم و مادرم از شب خانه آوردیم رفتیم دان خانه است، میبینیم فردین در داخل خانه ما. خانه ما یعنی قلفم بود، قلف شکستانده رفته داخل آشپزخانه. خب به خاطر چی رفته؟ به خاطر دوزی. بعد کنه چرا؟ که رفتیم هم گیرشم کردیم، باز گپای حق و ناق میزد که من چه مختارای حق و ناق میداد. امیر برات میخواستم بگم مگه امیم بگم امیم نمیفهمم. خیر معلش میگم اول اشتباهی رئیس که اون داماد من است، باز زن مامایش است، مادر تو شما دخترای مامایش اشتباه کرده. ما این دفعه نمیشه گپ میزنم. به خدا لا من قدر مادرم در شب خانه بود، یک دفعه نمیتونست بیای پرسانش. خب ما خو میگیم اینمی بر داماد مثلا چیزی که شده اون آسوناتم نمیمونده دقیقا آسونات خوار مستقور نمیمونم روی ما بر شب خانه که مچ مو بچه است چی رو میگه شوهر آرزو رو میگه که او بچه است که تا ست است. خوب گپا برو به هر صورت این مسئله دوزی خو یک روز دو روز سه روز خیامت کنین. ما امیم بار گفتیم یا شما کوچ کنین یا ما رو بانین. نه خیر این موضوع حل میشه. چه میکنی 24 ساعت می دختر هستین شما میچ باش بچه میکنه از این بابا فهم خاطر که کار هستی دیگه چه شده دیگه نامدن نفر کار نه دیگه دارم نامدن. خب اون دختر باز گفت که چند روز باید امو روز ندم دلم میگه بگشت که یک ذره سنگین باش که که بیخی خودت اعلام ما دیگه نفرای ششتگی تون قرار کرده پیش روی چشم در چشم کردید سعی داری خودت شخصیت خودتون ببین میره از ما رو ببین مطمئن که چقدر ببین نکنم لالا نه خامو چی کم دیگه از دیگه چی خوزگار که کس می آدم سنگین ور میره یک طرف دیگه خود گم من بازه حال دیگه کس ندیدی حال ما و شما خو نور رقم آدم هم نیستیم که اعلام باشه مرچی که کردیم دل ما باز که سنت سعی میکنم میگم تو میگم تو کدام میرم باز این طرف ما سعی نمیکنی دیگه متوجه باش متوجه هر چیز باش که وقتی کسی که میآیه مرد میباشه زن میباشه هر کسی میشه باز موضوع خواستگاری و گپا میباشه خود سنگین میگیره چشمت خم بندازی که میگم تا برو دیگه اینجا دیگه نشینی بشین مالی وره دیگه باز خیلی دیگه تو فکرش که سنتو نشد باز من گفتم نه باز این سر غیرت و تاثیر میکنه میتونه با تشویش مرا من بازه خیلی از این باز فکر دیگه خوب ببینی که دیگه بیادر چقدر بدخوی است. قربان جان جوری جان جور باشه دیگه هر کار کردم میتونی خدایا. چی کنیم دخترها خیر بینه خو نمیمانه بازم مجبور هستم دل ما تنگی میگیره نمیشه دیگه که تا کنه نون نمیشه چی کنه دختر ما خیامی یک یک معذرت برو خیلی برو یا الله خیر یه رو ببینیم انشاءالله که خواست کجا هست یا دخترم کجاست این دیگاه کجاست همیشه باشد یوم نیست یا کجا هستن ای قدستم دیگه بیا بریم بیروی که کنم کنه تفریح است
خاطر ما در خواب خورد. راست میگم چی دیگه؟ دروغ خود نمیگم. تو خود سعیست، تو خود بیازم گب خود همیشه گب خود زدی. باز اگر شد دختره که توی کردیم آوردیم انگشترها رو طلای شکلش سودا میکنیم در بالا یک منزل دیگه میذاریم 3 منزل ما براستی باشه. یک آدم خانه اگر دارید یک آشپزخانه براش جور میکنیم. دو که از همین جا بالا یک از اینای فیزیکی جور میکنیم پایان شویم بالاش هم خلاصه. چقدر کار آسان. منزل 3 کپاسیتی زیاد مصرف نداره. موتر کو. خیلی موتر 2 دفعه بیاد که از من دیوالای خود بیاره چی گپ است اجمل ندی؟ مسئله تویش باشه و مسئله نمزاتیش باشه رنگ و رنگ موتر رو میاره. سعیز مادر ما آیندهش میگم. آیندهش هم مادر سرچه بیاره آخرش میگیم فروغ میگم ما پروز شدیم. اون تو میشه. اون تو میشه. خدم دختر خوبیش نبود فروغ. تو این نمایش فکر کنی. تو بیکار ماندی. مردم که کار میکنن فکرش دورشان فکر میکنن چی کنیم با. خب ما موش میگم. یگان تو نمیگه الان دختر فلانی رو دیدم تو بعد قدم بود خانه تباه شد خانه خانه‌گر شد پرچ زد موتر فروخته شد زمینه فروخته شد با ما دیگه آواز اندازیم. حتی میگم بچه‌م از اون ساختمان کشیدن گفته کنم تا اتاق کج انداختی کشیدش دیگه باید یاد داریم. نمی‌تونم بچه خانه را کج انداخته بوده بچه‌م از اونجا کشیدن. دی چند روز اینا میایش تو فکر کردی به نظر بازو اخرایشی دی خانه‌شم. میگم بابانه سرشم تو پلان رفت به خاطر که میمال کل این واسه باز خشقام خودم میاره که کس دیگر میورده بچه ما را کشید که شد دیوال خانه کجاست. سعیس خودم را فکر خودم میره بچه دخترک از خوب فهمیده اما خیلی دختر در چنگ ما گفته جیگریمش بخیر کار میکنه خیر 2 ماه 3 ماه 1 سال اشتباهش دیگه است که او عقل داشته باشه خوال اشتباهی اولا نمیکرد بعد از اینکه فکر کنم شیره شما را گرفت شما چیش میشه از ما که دال مادر تو برش پیش است درست است که ما بیادر ولی دختر شما پیش است اینقدر به احترامی میکنن نسبت به مادر یک دفعه که به دیدنش نمیاد خب به دیدنش نمیدی هر تا نمیاد که مچ مادر تو شد کوی تو شد خیر الله میرو سر خودت هم یک دفعه اومده نیست باز ما بیم تا نبتیم تو خیر موضوع حل میشه مادرت مریض است سر صدای تو رو نکشی رو بکش گپ بزنه او از بیعقلیش از اشتباه میکنه باید قدر عزت شما رو زیاد باید داشته باشه به خاطر خوار شما پیش زندگی میکنه او قدر عزت خوار ما نداره از ما رو چی داشته باشه خودت شاهد هستی اون خودت دم خانه زندگی میکنی خیر معلوم باش مقصد سر صدا نباشه گپ بزنه وقت داره که تازی رقم ما زندگی کنیم ما رو نه ما جور کردن دوزی کردن بس شد نبود های بچه بیار بکنم بیار بشی دلم تنگی کرد بچه گفتم با خیر مادر گمش کده یا تو بار بچه من خوب آساس بچه میشی من میکنم خیر داره بیا مادر جون بیا دستم باش تو بچه نه خواستایش خیر بچه ما بالش تو پشتت دکتر خواهیم اینمی دستم که کمی حرکت پیدا کنه بچه خیر مادر با مادر زمان داره میشه بیا مادر دستم هم تک تکی کن خیر برپدری همین دست نارادم دستم جور شوه میشه مادر دست جور شوه پای کم حرکت پیدا کرده خواهی دست خماندگی را که جور شوه مادر خیر دستم خوب میشه که تشویش نکنی ولی باز تشویش کنی بدتر میشه خوب باز نمیشه دختر مرمان در دل مسیج 1 ماه 2 ماه فکر شد که دیگه من نمی رقم هستم نه مادر خوب میشه یک در جور شو میگم که بخیزم کار کنم امی ارمان کار دادم از صبح چقدر خوب شدی یک چند وقت بستر بودی اینا رو بازم خوب میشه خانه هستی یک ذره راه بگرد چی خوب میشی مادر راستی گپ دیگه رفتم چی میگرفتم گفتم یک چای کنم او میگرفتم لالا اجمل عزیزم رفتم گفتم اینا چی است درباره فردین گفتم نه او دفعه دوزی کرده بودی دیگه گفتم یک ذره اصلاحش کنی آخر خدا میره کمی بازوید خود میسی که منزل 3 جور کنیم مینه بخیر از من آمد چی بگیم؟ اینجا قرار ششتم قصه توسته ایشا یا باز خیره تو فکرهای تکلی لالا جمع مادرم خواه چند نفته است رئیس دبوری هم کنه گو بچه چی کار میگه تو بچه در انجینیر ساختمانی است خانه جور میکنه ای خدا جانه
حسنا ارزو چی میکنی؟ باشه خونه خانه است. خانه است؟ چطور هستی؟ گفتم باش پرسان چطور است مادرم؟ حالا خوب شده گفتم باش که دلت نارام نباشه از این شوی فساتید خو خیر نیست که یک پرسان نمیکنه بیقله این چرا قسم دل است؟ ما چون نمیفهم میم خواهی طرف ما دور نخورده نه و بچه یکی است. گم کو بیخی ما ایران میمونیم یا انسان هستن چقدر ایس رحم دل ندارن حالا دست مادرم خوب شده؟ گفته بود که دستم چی شده؟ با مو یک دستکش حرکت نداره دیگه جور تیار شده کاش که بخیر خوب شود. آمین آمین انشالله بخیر خوب میشه تشویش نداشته باش. آسنات میگم میامیم که دخترش کجا میرده چند روز؟ سمیرا و مرتکه پدرت بود؟ ما پدر جانم هسته سوال جان. خواه سمیرا جان میگه ذهن ما درگیر کده ما چون بگویم نگویم پرسان کنم وی بگو دلت غره میمونه باز دل خلقه میشه ناراحت خود نمیشه باز وی چه خز گپایت ناراحت شده؟ چی هست کاکانه پدر جانت میگم بیچاره در خانه تک تنها نی آدم نه یک محرم نه دیگه سخت نیست یک مرد در خانه تنها وی چی مسل جان حال خب پشت زن من که بگرد خود دیدید تو یا نه 4 لک 5 لک رو پسته رفتیم میگه رفتیم اون وقت با نرسی نکرده بودم رفتیم میگه در جای رفتیم موتر داری؟ خانه داری؟ خانه از خودت هسته؟ خیلی نیست یک $10 رو پایین قدر خب گمش کده یه شرایط زن گرفتن آسان نیست باز میفهمید دلیلی ازی که من شق میکردم که عروسی نمیکنم چی بود این پدرم بود من فهمیده بودم نه که ما سلال فهمیده بودم که پدرم این تنها میمونه من چطور تنهایی رو انتخاب کرد گریان نکنه خوب خیلی گریان نکن بخیر زحل هم جگر خونش بیاد خودشم جگر خون است من کم درد دارم تو امالی جگرخونی نکن دیگه گریان نکن نکو سمیرا جان نکو قندی خوار خود نکو دیگه حالا یک سوال پرسان کردم باور کن گفتم که ناراحت نمیشی بدون از اینکه تو سوال کنی ورده خود دلم است از دلم بیرون نه خب قدر مرزی جانم پیش بود نه حال خودش اینجا چی مرزی هم آورده دیگه پیش خودت گفتم بیچاره یک مرد تنها در خانه خب اذیت میشه نه به خاطر پرسان کردم به خاطر چند روز میشه گو خانه بره مرسل چور زده دیوانه میشه نه اینجا بودنش مشکل نداره خب بازم نه زن نفسش نکنی محرم است یک جوری داره نه جوری داره نه یگان تا گفتم من مثلا حال زحل هم اومده این تو یگان تا دختر خوب پیدا شه باز مادر من به فکر رفتم گفتم حالا یا خب گفتن که زندگی ما خوب است از چیز کمبود نداریم مگه اینا حالا سر زبان مردم خیلی باور نمیتونم خب یاز بچیم دیگه باید آدم ببینم بشناسه میره تو یک کار که خون خب میره یک دفعه خانهشون برو دیگه خونه آمده تاله این تال خود دیگه نامده دیگه یک دفعه خانهشون برو زندگی از یار از نزدیک سعی کن از همسایه‌هاشون پرسان کن حال نمیشه که دیگه آدم اول ندیده موزر از پای بکشه خب انسان نشناسه ببینیم زود که دیگه باز قبول کنه بازی کار دیگه باز بر ما و شما اشتباه است فقط خانهشان برو تو نری فهمیدی؟ این خونه نمیره دیگه خودش میفهمه دیگه برو سعی کن یک دفعه زندگیشون یک خانهشان سعی کن موترشان سعی کن که باستا که تو چیزا نباشه باز من نمیتونم سعیز بچه دام دیگه قضیت بدخویی نکنه دفعه آدم ببینه نه مادر بدخویی خانهشانه ببینه دیگه ایشانه ببینه ما میگم یعنی شما خیلی اکثر هرچی نباشه ساده هستیم یک نفر که دیدین دیگه که آمد که من خوب هستم که تر هستم که دارم که ندارم که قصاده است خیلی نمیاد سادگی تون است که کلتون فهمیده که وقتی یک نفر خواست کنیم اینجا خوب رفتار کنی بد است دبری هنوزم ندادیم دختر باش من خانهشان ببینم مالی آدم از همسایه پرسان میکنه این مردم من همسایه تان خوب آدم از بد آدم است باز یک کدام وقت که چه قسم میگه بخواد دیوار میوار خانه کچه دست پیشش کشیده شه مثل موتر داره خیر از یک چند دفعه موتر دیوالای تا بیار بود یک سراچه کنه رو بیار میموری فروغ سراچه خرید با چند وقت بیم سراچه دوست بود دروغ آلا خاموش لاب زده باید هم رو بینی دیگه آینده شون باید اونمون رقم گپا بزنی حالا که آدم همه دیگه لاب بچیم نزنه با خدا که از دختر خدا نمیده باز بیادر از خود بیخیم نمیداد میگفت نمیدم خوار یعنی شما غریب هستیم از سه منزل خانه داریم زندگی موتر لب جهر حالا قانون هسته من خانه رو میبینم اونا وقت یک موتر کراک
حالا میگه که بیای خانه سعی کنه چرا مادر تو بدروغ اون خانه زن مامایت میبرم یه نخ تلویزیون کلان در که عکس ننه و بیش معلوم شود در تلویزیون خواهی نباشه خوب انواری کلان داره کجاست چی کجاست کی فردین کجاست فردین ما چون گفت گندیواله کجا رو رباط میره ما چون گفت پرزی موتر میرم از طول خم که چی میکنیم اینجا گفت کار میکنیم با خاطر آرسی تو زیاد بیشتر تبا تلاش داشت حالا ما چی میشه چی کنه چی کده حالا چی میگه خانه اینجا درام کی رفته باشه نکنه دیگه اون رفت جلو وقت گندیواله خب میرم تو لکه ترخان چی میارم پرزی موتر موترسکیل بسکیل میارم خانه مادر دخترش چی میگه داخل خانه از کل فهمیده خیلی خبر نداره نه در سلام ما تو دیدی بیادر تو مک میکنن نمونه می باش که دو بیادرها جنگ کنن الا دخترای مامایت خیر نبینه دو بیادرها جنگ مندازه همیشه بره چی کنه اون خانه از وای چیز ندارن دیگه او گرفت عکسای چی آرزو رو گرفته بود رایی کرده بود بچینه نه بچه به من امور آرزو نشان داد او عکس‌ها رو در کجا گرفته بود بچه چه قسم بود مادر مویت نبودم آرزو هم چیز نگفت نه میگه که آرزو ما او می آوردم بچه او چپرش باز اجمل آمد دست ما گرفت که مفهوم چی گفت پس حالا اجمل بیادر ما وریست خمور ما آرزو رو پرسان که بچه می عکس در کجا بودی چه رقم شد گو مادر گو مامیسات لام از پیشم چپاش رفتیدم گو اجمل خیر بین آمد گو رستم کرد گو تو بازی عکس ترکی گرفته اینمی عکس گفت اینمی ازم خانه شان کدام گرفته مادر فردین گرفته خب فردین نقدر ذلیل شده خب اینما قدر لعنتی پست است باز امروز اومده دختر مچم آرزو را گفته که مچم ینگه و ایگه پا آرزو خب بیچاره قدر نفهمید دیگه گفته چی میگه گرفته باز عکس‌ها رو با او بگم کرده این چی کار بود که تو کردی باز امو عکسو کدام چیز بد خونی سال فردین اجمل در خانه ماست مثل بیادر موری است ای بچیم او باید بچه کم فکر کم کوتا نیست و بچه تحصیل کرده است و شیار است فامیده است میفهمه کن خوب است که باز اونو صد لوام شایدی که دم پالیش کی درست کرده دست شگرته صد لوام چپا کردگی همونجا مادر روایت خب فامیده است خدایی گپو میفهمده باز و می کار از کردن بود که میکرد نه خیاب با بخاطر رفتم لالاجمل سعی که دخترم چه قمرات کنیم چه قکت از یا گذران کنیم چی کارایی است که نمیکنه ای اونو کار با حق دخترم کرد دخترم گریختان نامبد ساخت جای نمیره میرم من متوجه هستم میرم چند صد گم میشم پس میان و تو به سر وضع خودم رسیده میرسن آرایش کرده خیلی به من نمیگن نه به من چی نمیگن که میرن کجا میمگه تو خیلی خانه پل دیدن خاطر ما یک دفعه رفتم کسانم خانه یگان چیز گفته که خانه بپالیم که چی شوه یک دو خانه داشته باشه که زیاد باشه از خاطر باز دیگه بر من نگو چرا میگه گذاران تو نمیشه همه من نمیشه هیچ بسور نیست یک دفعه دعواست یک دفعه داتش گم کاسونه دیگه به خاطر تو نباشه مادرم وقتی آره میکشه از دان نمیکشه از دل دوست داره میگه دم روز باشی سر زیشوی تو خوشیت چه تو بار نیسته چی کردی؟ چی میکنی؟ کل کار تو میکنی؟ و مریم چی میکنه؟ خیر دگال کار تقسیم از دگال نکنم چی کنم سرش کار کوله دیگه یکان انسان خوب باشه که او قدر پشت گله مطالعه داشتیم نام مطالعه آمد نمیشه یکان کس پیدا شده میریم ما و زحل میریم این خانه همسایه طرف سیل میکنیم یکان کس پدرم یک بچه بودیم نیخیش داریش که نیقاون بدرش میخورن نیخیش نه میگم ما از قومای خود ما را نه یکان کس میریم میبینیم نه زحل بیاز پیسه میشه مرسل خیر مامای خش برای زمین روز است مامای کمک میکنم بایتان میکنه دیگه ولی اکسان چی هست خیر عالی مامان خوب قداره بکنه اگر دقیقا جو میشونم مگه خواه میشونم مگه یک دقیقه خنده میکنم پدر سعی که تو مرزی جان خنده خواه خود سعی که پیش طفل گریال میکنی سر از چقدر تاثیر بد میکنه نه سنی را بخیر اون بیچاره نکنی سنی را نکن بلی خواره خود خنده خوار خود برو تو مرزی جان برو خواره برو سعی که پیش یعنی یه اینجا آورده بس پیش از این گریال کرده برو خوب بیچاره از چی خواب جور شده اینده گریال نفهمی راجع سر روحی طفل چقدر تاثیر بد میکنه که مادرش پیش گریان کنه هیچ وقت دیگه پیش مرزی گریان نکنی بلی خوار خود خنده خوار تو میای چرا جیگر خون است خوش باش چرا جیگر خون است من کدام دلیل خوش باشم
هر طرف سعی میکنم جگر خودی من جگر خودی پدرم دیانه میکرد. زندگی نمیتونست میگه گاهی دلخوشی گاهی دلدقی نمی. بعضی وقتا اون آدم خوش است، بعضی وقتا مشکلات خود داره نمیشه که اکثر یک نوقت باشه زندگی. تو که مردی پیش بود دلم جمع بود گفتم تنها نمیمونه اینا لگه برو تنها چور زده طرف دیوالا سعی کردن به خدا دیوان نمیشه من چی کنم مرسل میریم بلشگان تو رو میبینیم اونجا پیدا میکنیم. ولی چی گپ است تو زن پیدا میشه شما زود سخت میگیرین زن را؟ سخت نمیگیریم. هر جایی که رفتیم مرسل میگن خانه دارین موتر دارین نمیشه رایت از کجا شود نیست. خیر میریم میبینیم میگن تو پیدا میشه و تو انسانای خوبم مانده داری تو نیست کلگی تو انسانای خوب باز میاد در رو دیگه گریان نکن دیگه هم خیر است پیش مرزی چون دیگه گریان نکنی که بخی سر از بعد تاثیر میکنی. بخی که بریم خانه بخی سریت باشه یک دفعه بریم بخی برو زحل خواریم بخون زحل هم جگر خون خود از کم مشکل داره جگر خون که دیگه چیز تو گریان میکنی خدا آدم تو بازی نمیگه که نه خواستگارم از دین تیم ما خبر است دیگه باز اون خیره یک دفعه میریم میبینیم دیگه از نزدیک یک دفعه حتما سعی کنم خانه‌شون میبینیم چه رقم زندگی داره. البته مادرم اینجا خانه‌شون ندیده. تو از کجا دیدی خانه‌ش؟ خب دختر دوست نیست با خانده نیست. خانه‌شون رفتی؟ وقت بیادرش خانه ندیدی؟ نه بیادرش ندیدم. خیلی تو چرا در قدر وقت والا صحیح است که من بیادر تو هستم به من احترام داری از من میترسی همین نظر خودت برای من بگو. ولی چیزی که شما قبول دارم که من گپ ندارم. نه قبولی ما رو چی میکنی؟ تو خودت نظر خودت بگو. نظر خودم خود نمیکنم دیگه آدم خوب باشه. تونست ما بیادرش ندیدیم فقط مادرش دیدیم زن بیادرش دیدیم من بیادرش کرده است. خب او را دیدیم دیگه شو ندیدیم. دیگه خلاص ندیدی که شما معرفی نشدی؟ نه بیادرش که میگه او را ندیدیم است. خب صحیح است یک وقت ببینیم که بیادرش نباشم چی؟ صحیح است. زندگیش سعی کنید بگم تو مسئله دیگه چیزا پیش نکنید فقط اما قبول بگویید که میایم یک دفعه میبینیم اون باز برو زندگیشون سعی کن. دیگه باشه ببین چیزی که بود نبود سرنوشتشون خرج شد خلاص شد. او دروغ میگه بچه چارای بشری تو راست میگه. کدام ثبوت دارن کدام تا خودشون پرونگیسن. خب شده خودم کی پران دختر خود این دختر سلما شفاخانه کمک قایم بود که چکش میکرد چی خش زد خلف پران در کم سگیر پس رو میشه شفاخانه پیش مادرم که مادرم گفت از شفاخانه خارج شدم میاریمش. کدام کلام ما تو خبر داریم؟ خلق میکنه. ما خبر نداریم. حالا می سر سبب میشه میگم یک مشکلات پیش میاد تو پرسون نمیکنیم. حالا اگه قلف بپرن خیلی قلف خودیوار کس نمیپرن دروغ خودشان پرن دارن. وای دا کنم مادر ما شما ملاوت بشیم. به خاطر مرد نیست خونش هم دو سه تا سیاست نه نه خوشی مادر تو جنجالا و غم تبدیل میشه. چرا متى کارا رو میکنی؟ فجنجال تو دو بر. این چیز نگه چی کنه؟ بخصیت شاخ بادام تو کشال مونده خدام سال بادام ما چقدر زیاد میشه. زک شاخ بادام کشال مونده کشال بر حساب اون خوب از یک چند تا شیرک شبیه که ما بخورم. بخو از امور کل شو ها چند تا تا شیرک شبیه بخوریم در مغز سرم پرچه مغز سر بکش ما. بازو خب بعد صورت تو اینجا چرا پیش از خانواده چرا میگم مادر نکن. این خود دروغ نیست لاس از دیگه خدا میگه خانه سگ 2000 پر مفرج داری خانه نداری چرا تو میکنی؟ چرا من در زمین قالین چیز سگ وطنی در زمین روا کنم سرش که باشه چرت نشه. همون چیزی که هستی همون رو بگو که اگه داد به اون رقم برای دوتا ندادید نداد دخترش خوش است یه خیلی شیرینی بگیریم دیگه دخترش خوب دخترک است. او اتامیم از من میترسه چی بانه به فردین یک ذره گفتم ازش ترس بیم داره با مو خاطر گفتم برو یک ذره خیلی لالات من امور بفهمن که خیلی در زندگی شخصی ما مداخله نکنه یا میگیره سر عبید گپ میرسونه که بچه میگه بچه کلش مکه تو کده عبید میگه 24 سال اما آسوناتون با مو خاطر نمیمونه عبید چطور بچه است چطور با شهرسته پاک منظم امور خو مادر خود شبیه عبید سایکو او نام عبید لشمک مانده او روز که عبید یک کاری کرده گرفته سر زو انداخته و عبید بیچاره بچه عاجز بچه خوب این که چیز نمیگه سرشانه خود بالا کرده یار گپ بزن چی کرده مثل توری بگو افریقایی نیست مثل توری امی قد کوتاه تام بر صورت ما قد کوتاه تام توهین نمیکنیم گفتی اگه تا ما با مجمع اولاد خود تر قبول که آل توی دوزی و گرگی تا تینی کارای تا بگه سر پرتو دوزو مادر با مخاطر خود ما گفتم امی دوزی خود کم کنن دیگه ما هیچ چیز کار نداریم خدا ما میگه تینی کی بتش آمده چی بگوی گمش کن مادر ما برم ببرم مادر خیلی دیگه کار نکن خواهد نه بچه جارو سب پاک کدم قدر برسک کدم شما باشه چی میشمایدگی نان نریزه برو بچه بیارم مادر برو صدقه چاهم
من نمیفهمی قصه چی است. خب گفتم باش که کم پرسان کنم در ذهنم گشت. گفتم تو حقیقت میگی حالا از خودش پرسان کنم دنیا را ما شر میگه. با ما خیلی چی نمیگه غیر امروز که رفتم که من دیگه رفته خانه پیدا کردیم بدل بود و هیچ خانه پیدا نمیشه. نه خانه پیدا کردن مشکل است. دوای سر ما را کنیم که در خانه ما شدین. تو فکر که خانه خیلی است مرزا جان امیت تنه را خود برماند. خب راست میگم دیگه فکر که خانه داماد شدی. حالا نه امیت تنه را تو برماند. حالا بخورد میتیم. خب میگم از گل روی تو است اگه گنی لغت زده کشه میکشم از خانه. امم سلما خیره دیگه حالا می خیر بکارت بر از گم کو اینا قصد پرسان کردم ما برو. ای خدای شکرت جان. اگه میگفتم که رفته بلال اجمل خواستگاری و پاسم میساخته پیسه از کجا کرده. حالا اگر نگویم هم چطور شود اگر بگویم هم چطور شود. ای خدا نمیفهم چی کنم. این جمعی مرا محکم گرفته که نگو. اگر بگویم خود سلما خود میگه و آرزو میگه سلما میگه که پیسه از کجا کرد. پیش من یک آمده نمیتونن یک انرژی یک جوس آورده نمیتونن تو میرن خواستگاری بر بچه خود. چه زندگی داره آه بیاز دیگه کارنجی کلش الله فتاق برمون شما نزدن میشه. حالا کلان آدم لاف فتاق نمیزنه بچه تا تو یک آن گپای میزنی بیخی آدم خنده میگیره. با خیلی کار لالای کلانش هستی دیگه. مسئولیتش هست. مسئولیت کلان چیز است. اگه میرم بگیرم میگه که کل چیز به دست خودت. اگه اینو در چاپ پرتم باز چی؟ نه. اگه مو فامیل خودشان خیرات خور باشن و زندگیشان خراب باشه و بچهش کدام لندغه ددی باشه باز چطور کنم؟ نیست دیگه ان شاء الله خیر باز میبینیم. مشکل دیگه من میرم. دیگه تو حالا برو سر کارت برو باز من فکر کرده درباره‌اش باز میرم چکر خانه‌شان. صحیح است دیگه خودتان بهتر میفهمید هوشیار باشین مقصد خب. دیگه اون شماره تلفن خود داد یا برشان زنگ میزنم آدرس خانه‌ش پرسان میکنم یا باز صحیح میگم که آدرس خانه‌شان برام بگویم. بریم امروز مادر. برو مقصد متوجه باش. برو دیگه بخیر بریم. متوجه باشی مادر خبر. صحیح است. یا در بدخویی داری تو خیلی تو برش نرم رفتار کن. نه من از امو خاطر لیازشو میکنم دب نمیزنم دلش. باید لیازش کنیم به خاطر بزن کم کس با خیره دیگه. از امو خاطر هستم خیره دیگه چی بگه احترامشو دارم. بچه ما مونده از اینجا آمدیم برو چای بیار. من برم بر چای بیارم. چای بیار. باشم اینجا. برو مامی. چون هفتم ششتی بچه دایی گرمی داییشون دی جوزام کس دی جوزام دگه گرمی کس میشینه گوشت قاق و خدا قاق میکدی امونجا سرم خوش خورد هفته امونجا چند وی خدا نخواه ملاریا نشده باشه دخترم. سلام و علیکم خوب هستی جور جورس بخیر هستی مادر جان خوب است شما خوب هستی شکر فضل خدا شکر مریم جان تو خوب هستی؟ شکر که دیگه ما چه وقت؟ والا من راضی نبودم مادر خود کنم میشه شما خواست بریم حداقل اول میگه داخل مشکلات حل کن باز برو بیرون. حالا از بچه وقت مشمو چیکار داره زن مامات یک دقیقه پیش زن مامات که رفتم دو تا کشگب زدم راه میشه. حالا 3-4 روز شد از شب خانه مادر تو یک روز اون خانه زمان میرم باز خیر دیدنش میرم. ای خدا جانی کلام بیخی خود اصلا خبر دیگه شما سه که من نگوین بچه وضعیت خودت خراب میشه ما با خوبی خودت میگم من قصه خود نیستم که شما برام جور مادر جان تو که نباشی ما چی کنیم چند وقت نبودید کاش میامدی وضعیت ما رو میدیدی. انجینیر صاحب کجاست انجینیر صاحب کجاستی که ماشین مال پشت خانه موتر آوردیم بچه باید نمیمونه که موتر دست از جلو موتر بشینه وظیفه کار است تو میگم پشت خانه موترها میای موتر 2000 میای صرف میای ماشین نامش رو نمیفهمم چی میگن کوریزین میگن چون ترکایا میایم میدخ بچه من میبرن